طالب امروز دعا میکنه که او میجنگه به خاطر بقا، به خاطر یک تغییر. چه تغییری؟ مثلا سه گپ همیشه بانه میکنن: دین، ملت و حکومت، یعنی قدرت. دین به نام دینی میجنگی که میگه اگر مؤمن را عمدن بکشی فقط جزای جهنم است. و تو به نام دینی می جنگی که حرف اولش بخوان بود. نگفته بود جهاد بکنید، گفت بخوان. برای پیامبر اسلام اولین هدایت دینی و فرمان الهی اقرا بود. به نام دینی می جنگی که 13 سال آیت جهاد نامده. به همین دین به نام دینی می جنگی که 13 سال برای پیامبرش آیت جهاد نامده، تو سر طفل 13 ساله می جنگی. به همین دین کوتاه میگم. ملت بهانه دومی است که طالب می جنگه امروز به نام ملت. کدام ملت؟ ملتی که میکشیش، ملتی که تباهش کردی، ملتی که در هر خانه تو 10 دانه یتیم و بیوه اعلا کردی. با کدامین ملت؟ ملتی که به خاطر ما آوردی محترمه ما استفاده کردی، خداوند ما را نگاه کرد، اما تو زدی حداقل 100 دانه دکانه، 100 روزی آورنده را نانش قطع کردی. ما خود لباس خود پوشیدیم، ما خود آماده استم، رفتیم در خط مقدمم که استاد میشم و میگم ما مردانه جنگ میکنم، ما مردانه جنگ میکنم. تو چی میکنی؟ ملت، همین ملتی که کلش آواره کردی، ملتی که نانش گرفتی، ملتی که نانآورش کشتی، همین ملت. سومش حکومت. این آخرین قدرت گرفتن قدرت و حکومت کردن. در کجا حکومت میکنی؟ مگر تعمیرای دولتی که بیت المال است تو گرفتی به خاطر حکومت کردن نگاهش کردی؟ تو خود درش دادی. خیلی کجا حکومت میکنی؟ حکومت چوپانی میکنی؟ تو خود سرکا که مسیر رفت و آمد مردم است به نام کافر شدن قلبش میکنی. خیلی چی تو حکومت میکنی؟ من خودم میفهمم در چی حکومت میکنن. پلهایی که مردم میره عموم ملت را که تو میگی ما به خاطر تو میجنگم، راهش قطع کردی، مسیرش قطع کردی. تمامی تاسیسات دولتی را شما آمدین از بین بردین. مردم جای برای تداوی نداره، جای مسیر برای رفت و آمدش خراب کردی، نانآورش گرفتی، به نام دین کشتیش. ما میفهمم، ما و انسانگرای ما میفهمیم چرا با طالب میجنگیم و میجنگم تا روزی که خداوند برم توان نصیب کرده، تا روزی که حیات دارم کنار همسنگرای خود استاد میشم، سپر ملت خود میشم، مدافع حکومت خود میشم، میجنگم. ما به فرمان همو دین میجنگم که اینا بهانه میکنن و دین ترور ساختن. ما ثابت میکنم که من مسلمان هستم، تو هم اگه ادعا میکنی که مسلمان هستی، پس ما به نام همو دین، به فرمان همو دین سر تو را میزنم، تو خوارج هستی. همو دینی که محبت، همو دینی که ببینین حکمتای دینی وقتی که داخل میری با جای میرسی که اصلا تو نمیفهمی خداوند چقدر است بخششش. میگه در مقابل برادر مسلمان لبخند بزن 10 اجر برات میتون. این همو دینی است که به نام همو دین یا برادر مسلمان خدا با مرمی میزنن. ما بیسواد نیستیم.
اگر دیگران میفهمند منظورم از طالباس و کسایی که اونا را قمانده میکنه برای جهاد و برای جنگ، من یک سرباز هستم. من حاضر هستم، چون آلوام خو مشابه جور کردین با رئیس علمای طالبات افاریاب، ما به عنوان یک سربازی که فکر میکنن کافر هستم و بیسواد، ما در محضر کل ملت استاد میشم. ما هم حرف از دین میزنم، او هم حرف از دین بزنه، دیگه علما استاد شوند. اگر ما پیش رئیس علمای طالبا کم آوردم، خون ما بخشیده، مرا اعدام کنید.